سلام دوستان، به برنامه خودتون خوش آمدید. آنچین یه قدم جلوتر. اگر یادتون باشه هفته پیش و 2 هفته پیش در برنامه‌ای که داشتیم سل مارکت که میتونست ریزش بسیار عمیق داشته باشه رو خدمتتون گفتیم. بیت کوین به جای بسیار حساسی رسیده. به نظر من در تایم فریم بلند داره نشونه‌های ریزش شدید رو نشون میده تا $51,000 به نظر من و حتی اعداد بیشتر. اما از طرفی هم در تایم فریم های پایین‌تر مثلا 1 ساعت و 4 ساعته باز هم یک مقدار بایر شده و تا 67000 تا $68000 هم میتونه بره بالا. خب با من همراه باشید، هم تکنیکال و هم آنچین رو بریم بررسی کنیم و ببینیم که آینده هفته دیگر بیت کوین به چه شکله. خب دوستان عزیز، بریم پشت چارت ببینیم که بیت کوین تکنیکالی کجای کاره و به نظرم جای حساسیه. بایستی خیلی با احتیاط عمل کرد این روزها. تایم فریم 4 ساعته رو اگه دقت کنید فعلا یک ناحیه عرضه پرقدرت برای بیت کوین داشتیم که برخورد اولش در حد ببینید از این بالا بخوام حساب کنم تا اینجا تقریبا 12-13% اصلاح داشته. الان هم ببینید با قدرت با مومنتوم وارد این ناحیه شده ولی اومده یه شادو زده، مقداری نقدینگی جمع کرده و ریزش نسبتا خوبی داشته. حالا از این شادو تا اون کفی که تقریبا دیروز تاچ کرده تقریبا 4% اصلاح بوده. الان ببین داره پول بک میزنه، احتمال ریزش هنوز هست. اگر تایم فریم رو 30 دقیقه کنم، بذار من 15 دقیقه‌ش هم بیارم ببینید الان همین الانش وارد یک ناحیه عرضه 15 دقیقه شده. احتمال ریزش هست اما بایستی توجه داشته باشید که این دیمندی که تست کرده بیت کوین و روی همین دیمند بایر شده بسیار پرقدرت بوده. ببینید چند درصد تونسته بعد از اصلاحی که داشته از این کف من میخوام حساب کنم تا اینجایی که اومده بالا بوده 15-16%. و در کل هم که در تایم فریم دیلی و هفتگی هنوز کلا مارکت سعودیه و ریزش ها اصلاح حساب میاد و الان بایستی توجه داشته باشید که میتونه اوردرهای خرید جذاب اینجا فعال شده باشه و ببینید چه مومنتومی داشته. درسته که اینجا این ناحیه عرضه به وظیفش عمل کرده یک بار، دفعه دوم حالا در حد چند درصد 3-4%، ولی احتمال شکسته شدن این ناحیه زیاده و بعد وارد ناحیه $67000 تا $68000 میشه. اینجا میشه وارد پوزیشن های اسکالپی سل شد، چرا که برخورد اولش ببینید تاچ شده، شادو شده و به سمت پایین. من علاوه آماری میخوام خدمتتون بگم فعلا یک دیدی داشته باشید. ببینید دفعه اولش حدود 16% تقریبا اصلاح و این ناحیه داشته. برخورد دومش بازم به نظر من میتونه ریزش‌های نسبتا خوبی داشته باشه. ناحیه بعدی میشه اینجا $71000 و بعد 71300 تا 72500 و ناحیه اصلی که اون بالا توسط ATH ساخته شده. فعلا این مسیر رو برای سر راه بیت کوین داریم، این نواحی عرضه رو داریم، اما توجه داشته باشید که رد شدن این نواحی برای بیت کوینی که اینقدر بایره با یک اتفاق خوب، با یک خبر فاندامنتال جذاب میتونه خیلی راحت باشه و گاهن دیدید دیگه باشه مومنتومی میره بالا. ببین اینجا رو خیلی شارپ، خیلی خاص. اینجا هم قبلا نواحی عرضه‌ای داشتیم در هفتگی حتی که هیچ احترامی نگذاشت و به این شدت رفت بالا. الان هم خیلی راحت این نواحی که تقریبا 1-2 ماه درست شده خیلی راحت میتونه شکسته بشه و حتی ATH رو رد کنه و بره برای اهداف بالاتر. واقعا شدنی. حالا بریم آنچین هم چک کنیم ببینیم که به چه شکله. اما فومو هم نشیم دیگه. من به نظر بیت کوین $51000 که دیمند دیلیش باشه میتونه برای سبد هولد پلی اول جذاب باشه. اگر قراره شما پله‌ای و تعداد پله‌تون زیاد باشه همین الان هم میتونید خرید کنید و صبر کنید. حالا اگر اصلاحی داشت پایین‌تر یا حتی اگر رد کردین سقف رو بالاتر دوباره میانگین کم کنید، در واقع میانگینتون زیاد کنید علاوه تعداد بیت کوین و در اهداف بالاتر دید چند ساله داشته باشید دیگه. بریم ببینیم تتر دامیننس کجاست. من هنوز دارم تکنیکال رو بررسی میکنم و بعد میریم سراغ آنچین. تکنیکالم اینجوری که من میبینم برای تتر دامیننس ببینید چقدر به این شکل صعودی شده در تایم فریم دیلی. ببینید کف و سقف‌های بالاتر، این نشون اصلاح مارکت هست ولی وارد یک ناحیه عرضه پرقدرت شده تقریبا 5-6 روز پیش. ببینید با چه مومنتومی ریزش کرده. این سبب شده که مارکت یک مقدار به سمت بالا حرکت کنه. بذار من تایم فریم رو یکم بیارم پایین‌تر توی 4 ساعته و از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید اینجا رو این صف اینجا زده شده و این کندل قرمز اینجا یک دیمند 4 ساعته است. ببینید بارها اومده روی ناحیه رفته بالا، اومده روی ناحیه اکتی رو به بالا داره. این اصلاح‌های مارکت رو نشون میده ولی خب چون یه ناحیه عرضه قوی‌تری رو بالا سر تست کرده، مومنتومش ریزشش زیادتر بوده، پس صعود مارکت رو نشون میداد و اتفاقا اینجا هم یک FVG ما داریم. این کندل رو می‌بینید احتمال داره که این ناحیه شکسته بشه
بیاد برای برخورد اول این دیمند 1 ساعته و این ریزش تتردامینس صعود مارکت رو نشون میده. پس یکم دید صعود موقتی مارکت رو داریم در حد 2-3 هزار دلار رو من به نظرم برای بیت کوین میتونیم در این هفته صعود داشته باشیم و بعد به سلش بیشتر فکر کنیم. روی فکر می‌کنم 68000 دلار بود توی بله دقیقاً 68000 دلار بود، اونجا به سل های جذاب میتونیم فکر کنیم. خب بریم سراغ آنچین ببینیم که در دنیای آنچینی چه خبر. خب Fear and Greed Index همونجوری که میبینید شاخص ترس طمع ما که همیشه چک میکنیم. چارت های آنچینمون مشخصه، آیتمایی که هر سری بررسی میکنیم، ولی خب هر سری هم بالاخره متفاوت میشه و ببینیم که تحلیل این هفتهمون به چه شکله. من بیام کوتاه مدت رو نگاه کنم. خدمتتون قبلا گفتم بارها و بارها، ولی باز هم بایستی گفت این عدد اگر آبی رنگ باشه میشه طمع شدید، اگر قرمز رنگ باشه میشه ترس شدید. توی حالت ترس و طمع شدیده که ما میتونیم یکم ریورس های مارکت رو تشخیص بدیم. ولی در حال حاضر ببینید اتفاقا چه جالب، بعد از مدت ها تقریبا تاریخ خدمتتون بگم 2 می تقریبا یه 5 روز پیش به میزان قابل توجهی کم شده بود، عددش به 43 رسیده بود. چقدر جالب. من خودم الان دارم نگاه میکنم به فیر رسیده بود، به ترس، بعد از روزها و ماهایی که طمع بود، طمع شدید بود، بعد طمع بود و بعد تازه چند روز هم حالت خنثی بود، یه ترسی هم پس توی مارکت آمده. این ترس هایی که توی مارکت میاد اتفاقا برای صعود مفیده. ببینید دقیقاً به تاریخ 2 می که ترس اومده بوده توی مارکت، ببینید چقدر جذاب بوده این چارت. اگر ما چک میکردیم چارت و آپدیت حالا روزانه اگر داشتیم، حالا در صورت من میتونستم بهتون اطلاع بدم که ترس داشتیم توی مارکت حدود 2 می، ما اونجا میتونستیم بیت کوین رو کف بخریم. البته ما تکنیکالی روی بای بیت کوین هم اون کف رفتیم، ولی در صورت اینکه عدد 43 عدد مناسب، رنگش هم که فیر نارنجی رنگ، جای مناسبی برای خرید بیت کوین بوده. ولی فعلا ببینید یکم به سمت بالا رفته، عدد 71 هم حتی تست کرده. چقدر یه دفعه عددش رفته بالا، از 43 توی چند روز 3-4 روز رسیده به 71 و به حالت نرمال رو به تقریبا طمع رفته، سبز رنگه. ولی خب فعلا در حال حاضر همین لحظه که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم واقعا دید خاصی نداره این چارت. اگر چند روز پیش روی این رنگ بود باز میگفتیم یکم ترس توی مارکت هست، میتونیم به فکر یه پله خرید باشیم، ولی الان خیر، صبر کنیم یک مقدار ببینیم تکلیفش به چه شکل در میاد. بره بالا آب رنگش طمع شدید بشه، باز خوبه میریم روی سل های مارکت و بیاد پایین‌تر به رنگ نارنجی و اگر قرمز بشه که دیگه بهتر، میریم برای خرید مارکت. این از تحلیل شاخص ترس و طمع. فاندینگ ریت رو نگاه کنیم مثل همیشه ببینم اوضاعش به چه شکله. ماه هاست که سبز رنگه و معامله‌گرهایی که بای دارن یک فی رو پرداخت میکنن به سلرها و چند روز ببینید قرمز رنگ بوده. این چند روز معامله‌گرهای سل داشتن فی پرداخت میکردن به بایرها، به کسایی که پوزیشن بای داشتن. اصلا فعلا جهت این بوده که توی اون روند خسته بشن، سود کنن و اون گپ بین فیوچرز و اسپات نزدیک به 0 بشه. خب الان در حال حاضر عددش جذاب نیست برای اینکه من بخوام تصمیم خاصی بگیرم. ببین سبز رنگ هست، بایرها دارن پول میدن، ولی عددش خیلی کمه. اینجوری نیست، اسپایک یک مومنتوم زیادی نداره که من بگم الان بایرها دیگه خسته بشن و میخوان سود کنن و احتمال ریزش مارکت رو داشته باشیم. ببینید اینجا قبلا به این شکل بوده، ریزش مارکت رو داشتیم، ولی الان نه ریزش مارکت رو نشون میده، نه سود خاصی و نرمال چیز خاصی دستگیرم نمیشه با این چارت. بریم بیت کوین دیفیکالتی ببینیم. سختی شبکه نرماله. من فقط نرمال بودن این چارت رو صرفا چک میکنم. خیلی تخصصی بخوام وارد این چک کردن این چارت بشم خب زیاد نمیگنجه توی این برنامه، ولی در هر صورت ببینید نرماله، هیچ مشکل خاصی نداره، هیچ کرشی مارکت نمیتونه داشته باشه. به این شکل یک دفعه افت و خیز زیادی نداره. هش ریت هم به همین شکل کلا که رو به ATH زدن های جدید، رو به بالا و نرمال و کرش خاصی ندارد. اکتیو آدرس ها رو نگاه کنیم که توسط این چارت من 2 هفته پیش در برنامه آنچین یک ریزش نسبتا شدید در مارکت رو پیش بینی کردم که این ریزش واقعا جذاب بود. اگر بخوام بهتون نشون بدم تایم فریم 4 ساعته، اینجا ما روی سل رفتیم تقریبا 13%. خب 13% ریزش نسبتا عمیق و خوبیه،
و در برنامه آنچین یک قدم جلوتر 2 هفته پیش ما این چارت رو که چک کردیم، بذارید من چارت رو بیارم اینجا، اکتیو آدرس ها رو دیدم که به سمت پایین اومده و تعدادشون کم شده. این ریزش مارکت رو نشون میداد. خیلی چارت جذابی، خیلی ساده است ولی به همین سادگی به ما آینده چارت رو میگه. ببینید من بذار بیام کوتاه مدت اینجا. خب ریزش هایی که داشته ببینید رو به پایینه، داره کف و سقف های پایین تر میزنه، اما یک نکته ببینید دقیقاً اینجا اومده یکم کف سازی کرده، یک کف بالاتر زده و به نظر میاد که از اینجا اکتیو آدرس ها احتمال بالا رفتنشون هست، پس داره صعود مارکت رو موقتا نشون میده. چقدر جالبه که این چارت واقعا چیزی که ما توی تکنیکال میبینیم اینا بالاخره منطبق با هم دیگه، قرار نیست متفاوت باشن که. ببینید این چارت هم داره صعود موقت مارکت رو نشون میده. به نظر من میتونه برگرده بیاد اینجا دیگه یک صفحه جدید بزنه و دوباره یکم صعودی بشه و مارکت هم که صعودی رو خودش ببینه. دوباره مارکت صعودی رو ما میتونیم داشته باشیم فعلا ماها و حتی در حد 1 تا 2 سال میتونه مارکت واقعا به همین شکل ریز آروم آروم برای اهداف بالاتر بره، ولی خب اصلاح هم همیشه هست. خب SOP ها رو نگاه کنیم ببینیم عددی که من برام جذابه 1.05 تا 1.08 به بالا، یه همچین اعدادی برای SOP ها خیلی جذاب میشه. اما الان ببینم این عدد چنده؟ نه عددش خوب نیست. ببینید این عدد موقعی که بالا باشه میشه یک ریزش های ما ببینیم روی چارت. ببینید اینجا عددی که داره نشون میده عدد 1.01 عددی نیست که من الان بگم مارکت ریزش داره. پس این چارت هم اصلاح مارکت رو نشون نمیده فعلا و احتمال بالا رفتنش رو داره نشون میده، چون عددش یک مقدار پایینه. ببین چند روز پیش اتفاقا زیر 1 بود. موقعی که بیاد زیر 1 این خط رو میبینید این عدد 1 رو نشون میده. موقعی که چارت SOPR زیر عدد 1 باشه برای خرید داره پیشنهاد میده. دقیقاً ببینید به تاریخ 1 می به این عدد رسیده بود، پیشنهاد خرید داده بود. ببینید چقدر جذاب. با چک کردن چارت های آنچین باید روزانه ما چک کنیم. الان ما 1 می اگر چک کرده بودیم که این چارت جذاب به زیر عدد 1 رسیده، به خرید بیت کوین اقدام می‌کردیم دیگه. بذار من تکنیکالی نگاه کنم نشونتون بدم بیت کوین 1 می کجا بوده. کف بوده دیگه احتمالاً 1 می دقیقاً دیگه کف در این حالت ممکنش بوده. ما قشنگ روی عدد 56500 که البته تکنیکالی هم میشد این عدد رو دید و پوزیشن بایش هم داشتیم، تمام تیممون بای بیت کوین رو بهتون اعلام کردن. در صورت اینکه این آنچین هم خیلی جذاب به ما SOP رو نشون میداد که ما باعث اونجا بیت کوین رو می‌خریدیم. این از این. و میگم آپدیت الانش هم عدد خاصی نیست که من بگم الان بخرین یا بفروشین، بیشتر به سمت خرید یک مقدار، چون عددش نزدیک به 1 و عدد زیادی نیست، میشود ما بیشتر یک دید رو به بالا داشته باشیم برای کریپتوکارنسی. خب ETF ها رو ببینم که تکلیفشون به چه شکله، دارن هنوز میخرن پیوسته روزانه به تعداد زیاد. بله این تقاضا تمام شدنی نیست ظاهرا. ببینید 27000 خورده ای، 27700 همینجور میانگین ثابت دارن میخرن یک عدد نسبتا زیادی 27715 واحد. همین دیروز خریداری شده توسط ETF ها و نشون میده که تقاضا به شدت هنوز بالاست و میتواند قیمت بیت کوین رو نگه دارد و اون عرضه‌ای که توسط هاوینگ کم شده یکم بلند مدت باعث انفجار قیمتی بیت کوین شود. خب آیتم های آنچینی هم چک کردم، یکم کوتاه مدت داره بای مارکت رو نشون میده. به نظرم این هفته بیت کوین میتونه اهداف بالاتری رو تست کنه. خیلی با احتیاط وارد پوزیشن های سل بشید، حتما استاپ لاس رو رعایت کنید. برای بای هم بایستی رعایت کرد ولی سل ها رو خیلی مواظب باشید که یک دفعه یه لگ با مومنتوم اسپاک شدید نزنه. یه لحظه من ورود و خروج صرافی هم چک کنم. آخرین آیتمی که برای این برنامه خواهیم داشت اکسچنج اینفلو نگاه کنم، آت فلو، بله ورودی ها رو نگاه کنم. ورودی به صرافی برای بیت کوین یک مقدار عددش خب زیاد نیست، خیلی ورودی نداشتیم، پس این هم نشون میده که قیمت بیت کوین میتونه نرمالی یکم به سمت بالا حرکت کنه دیگه. بیت کوین نزدن به صرافی که بخوان چنج کنن و کش کنن و باعث ریزشش بشن. پس اوکیه. آت فلوش هم خروجیش رو نگاه کنم، خروجیش هم بازم به همون شکله. این داره نشون میده که خیلی اون نوسان نمیتونه زیاد باشه. درسته که یکم رو به بالاست اما با مومنتوم نه، آروم آروم
با یه شیب ملایمی به سمت بالا میتونه باشه، چرا که خروجی زیادی هم نداشتیم از صرافی که بزنن به ولتشون جهت سبد هولد و نگه داشتن قیمت برای اهداف بالاتر. خب دوستان، این هم از چارت های آنچینی خدمت شما. خب دوستان، مثل همیشه ازتون تشکر میکنم که این برنامه رو تا انتها دیدید و با کامنت های گرمتون منو خوشحال کنید و بهم دید بدید که برای برنامه بعدی دوست دارید که چه آیتمایی بررسی بشه. آنچین به کنار، میتونید تکنیکالی هر ارزی دوست داشتید برای سبد هولد و برای تریت های کوتاه مدت بگید که خدمتتون ارائه بدم. وقتتون به خیر و شادی باشه دوستان. خدا نگهدار.